خوبین؟ من مائده‌ام و میخوام توی این ویدیو تجربه سفرم به جزیره کرت یونانو بهتون بگم با کلی نکات که مطمئنم توی سفرتون به کرت حتما کلی کمکتون میکنه. سفر ما توی سنتورینی تموم شد و اتاق هتلمون رو تحویل دادیم و جایی که بعد سوار فری یا کشتیمون میشدیم به سمت جزیره کرت هیچ اتوبوسی بهش وجود نداشت و باید با تاکسی میرفتیم. از هتلمون خواستیم برامون تاکسی بگیره که اون یه ون بزرگ ظرفیت فکر کنم حداقل 10 نفر برامون گرفت. یه نکته اینجا بهتون بگم، توی یونان وقتی میخواید تاکسی بگیرید هم آنلاین قیمت رو چک کنید مثل اوبر و غیره و حتما تاکسی هایی که حضوری هستن هم ازشون قیمت بگیرید و شاید باورتون نشه ولی گاهی تاکسی های حضوری نصف هزینه اوبر میشه و همیشه هم جای چونه زدن داره. خلاصه سوار ون شدیم و فکر کنم حدود نیم ساعت بعد رسیدیم به بندر که راننده تاکسی مهربونمون کلی تلاش کرد که جای خوب متوقف بشه و پرسجو کرد برامون که بندری که کشتی ما میرفت رو پیدا کنه تا راحت تر باشیم. رسیدیم و گیتی که باید منتظر کشتیمون میموندیم و پیدا کردیم. هوا وحشتناک گرم بود، آفتاب داغ بود و مستقیم میتابید رو کلم. وارد سالن انتظار که شدیم از حجم آدم و سر و صدا و همه حسابی اصلا شوکه شدیم، حتی جا نبود که بشینیم. بعد نیم ساعت اینا مسافرها کم کم رفتن و کم کم جا پیدا کردیم که بشینیم. یه ساندویچ و نوشیدنی گرفتیم که یه تجدید قوا بشه. کم کم کشتیمون اومد. من خیلی دوست داشتم و آرزوم بود که با کشتی سفر برم، با اینکه این کشتی چند ساعت بیشتر نبود و شب خوابیدن نداشتیم، ولی من خیلی دوستش داشتم و هیجان خیلی زیادی داشتم براش و برای 100مین بار مطمئن تر شدم که من سفر هوایی دوست ندارم. سفر هوایی اسمش اینه که 2 ساعته میرسی به مقصد، ولی 2-3 ساعت قبلش باید بری فرودگاه، تا فرودگاه 1 ساعت اینا راهه، چون معمولا خارج از شهره، کلی صف داره، چکین داره و سکیوریتی داره و بعد طول پرواز آخرم باید صبر کنی برای گرفتن چمدون. پس مثل همیشه شعار من این میمونه که زنده بود سفر زمینی با ماشین، قطار و از این به سفر دریایی با کشتی. از سنتورینی به کرت پرواز نبود، ما تصمیم گرفتیم که با کشتی بریم، یه تجربه جدید هم برامون بشه. کشتی رو از سایت سیجت گرفتیم که اسمش رو اینجا براتون می نویسم. قیمت بلیط خیلی ارزون تر از اینام بود ولی تایم به شدت بدی، مثلا 2 صبح میرسون، 4 صبح میرسون و باعث میشد هم روز قبلش هم روز بعدش خراب بشه. و ما تصمیم گرفتیم که راحت تر باشیم و با سیجت رفتیم و خیلی سریع و راحت ما رو رسوند. خیلی راحت وارد کشتی شدیم، چمدونا رو گذاشتیم، بلیطامون رو نشون دادیم و وارد شدیم بدون هیچ کدوم دنگ و فنگای فرودگاه. حسش خیلی خوب، عجیب بزرگ بود و عظمت خیلی زیادی داشت، خیلی زیاد. حسابی خسته بودیم، بیشترشو خوابیدیم، یکم حرف زدیم، خوراکی خوردیم. آخرش هم رفتیم بالکن و اونجا بود که حجم آبو که دیدم مطمئن تر شدم که چقدر دریا بزرگه، چقدر دنیا بزرگه و چقدر کشتی بزرگه. تقریبا با 20 دقیقه تأخیر رسیدیم و پیاده شدیم و سلام به کرت زیبا. بریم ببینیم این جزیره زیبا و بزرگترین جزیره یونان که بعد کلی تحقیق بین 1000 تا جزیره پیداش کردیم چی برامون داره. یه نکته، وقتی میخواید با کشتی و فری سفر کنید در نظر بگیرید که بندر و در واقع ایستگاه کشتی ها معمولا دور و اکثرا خارج از شهرن و برای رفتن بهش باید یا ماشین داشته باشین یا تاکسی بگیرید که هزینه اضافه داره. ما انقدر ذوق داشتیم، از اون برم هزینه تاکسی عجیب غریب بالا بود، حدود 120 یورو برای رسوندن ما به هتل. ما تصمیم گرفتیم پیاده بریم. حدود 25 دقیقه پیاده روی کردیم، سوار یه اتوبوس شدیم و دوباره یه اتوبوس دیگه به سمت هتلمون. خیلی لازم داشتیم برسیم اونجا حسابی استراحت کنیم. منتظر اتوبوس آخرمون که بودیم یه غروب زیبایی شد که نگو و نپرس. بندر کشتیمون توی رتیمنو بود و هتل ما نزدیک چانیا. ما هتلمون رو یه جای ساحلی گرفتیم نزدیک چانیا ولی دورتر از مرکز شهر گرفتیم که حسابی چیل کنیم و ساکت و دور از شلوغی باشه. هم نزدیک ساحل گرفتیمش، هم گفتیم که با صبحانه بگیریم
به خاطر اینکه میخواستیم یه سفر اسلو و حسابی آرومی داشته باشیم که برنامه‌مون کلاً عوض شده و توی ادامه میگم چرا. رسیدیم به هتلمون و چکین کردیم. به هتل گفته بودیم که سالگرد ازدواجمونه. برامون نامه نوشته بودن با کلی آرزوهای قشنگ و چند تا گلای طبیعی کنارش. یکم که جابجا شدیم حسابی گشنمون شد. از شانس خوبمون داخل خود هتلمون یه رستوران داشت که تازه برای مهمونای هتل 10% هم تخفیف داشت. غذا سفارش دادیم و برای بار 1001 من سالاد یونانی گرفتم یا همون گریک سالاد و یه غذای مرغی هم گرفتیم که اسمشو براتون اینجا می‌نویسم و کنارش هم یه دسر که بستنی. شنیده بودیم که این کارو میکنن ولی اینجا کاملا متوجه شدیم. آوردن آب اول غذا فرهنگ مهمون نوازی مردم کرته. ما توی سنتورینی اینو اصلا ندیدیم و اینجا خیلی خوب میشه فهمید که یه جای وایرال و حسابی توریستی فرقش با یه جزیره‌ای که فرهنگ داره چیه. و برگشتیم اتاقمون رو خوابیدیم. روز اول سفر. صبح روز بعدش بیدار شدیم و رفتیم برای بوفه صبحانه. صبحانه رو خوردیم، حاضر شدیم و تصمیم گرفتیم بریم مرکز شهر چانیا. سوار اتوبوس شدیم و رفتیم مرکز. یه چیزی که خیلی جالب بود برام دیدن سطل زباله داخل اتوبوس بود. مردم یونان به نظر من واقعا مردم تمیزی هستند و به تمیز نگه داشتن شهرشون خیلی اهمیت میدادن. راجع به بلیت اتوبوس بگم بهتون، راحت میتونید از جلوی اتوبوس وارد بشین و همونجا بلیت بخرین، هم نقدی هم با کارت. یه نکته که ما دیر فهمیدیم ولی به شما میگم اینه که توی مرکز شهر چانیا یه دستگاهی بود که میشد از اونجا راحت بلیت بخری و قیمتش خیلی بهتر بود. شاید 1 یورو نفری توی هر بار بلیت خریدن قیمتش ارزون تر بود. بعدش این بود که خیلی این دستگاه بلیت فروشی کم بودن و به خاطر این اکثر آدم مجبور میشد که از خود اتوبوس و راننده اتوبوس ها بلیت بخره. بلیت ها از 2.5 یورو تا 3.5 و 4 یورو بستگی به مسیر بودش. خیلی راحت با اتوبوس میشد کلی جاهای مختلف رفت و ما روزهای اول نیازی به اجاره کردن ماشین اصلا ندیدیم. رسیدیم به چانیای زیبا، مرکز شهر. زیبا بود، زنده، پرشور، پر اصالت. کوچه ها رو که رد می شدی آخرش می رسیدی به دریا، می رسیدی به آب، به فانوس دریایی معروف و قشنگش. ما کلی مرکز شهر رو گشتیم، کیف کردیم. اینجا بود که حسابی گشنه شدیم و وقت نهار بود. برای نهار تصمیم گرفتیم سولاکی بخوریم، کباب یونانی سیخ زده روی سیخ چوبی. رفتیم یه کبابی نشستیم و سفارش دادیم. خیلی وایب کبابی قدیم تهران رو میداد. بعد نهار داشتیم پیاده می رفتیم که رسیدیم به قنادی. این قنادی هم خود قنادی قدیمی تهران بود. وای که قلبم رفت براش. خیلی جا نداشتیم و گرسنمون نبود ولی یه شیرینی رندوم گرفتیم و خوردیم و تست کردیم و باز رفتیم داخل مرکز شهر و شروع کردیم به گشتن مغازه ها. یه راسته چرم فروشا داشت، راسته صنایع دستی داشت، صنایع دستی ها با چوب زیتون، سوونیر فروشا، مگنت فروشا و این مگنت گریک سالادم تصمیم گرفت با من بیاد خونه. وقتمون رو طوری تنظیم کرده بودیم که غروب دم فانوس دریایی باشیم و به موقع رسیدیم و الحق که باید هم به غروبش معروف باشه یونان زیبا. چند ساعت نشستیم به دیدن غروب، حسابی لذت بردیم و بعدش هم شروع کردیم به شبگردی و گشت زدن. هوا کم کم خنک شده بود و تلافی گرمای روز رو در می‌آورد. دیدن قایقایی که لب اسکله صدف میفروختنم شد حسن ختام شبم و ما برگشتیم به هتل و این شد روز اول سفر کرت. روز دوم سفر کرت. برای روز دوم تصمیم گرفتیم بعد صبحانه بریم بازار روز، همون جمعه بازار، چهارشنبه بازار خودمون تو ایران. چیزی که من عاشقشم اینه که برم ببینم میوه، سبزیجات، خوراکی‌های محلی، طبیعی که مردم عادی خودشون هر روز میخورن. کشاورزا میکارن چیاست، چیا پیدا میشه، چه مزه‌ایه. رفتیم بازار و توی مپ نوشته بود که بازار هست، فعاله، ولی رفتیم و دیدیم هیچ بازاری اونجا نیست. انقدر هوا داغ بود، آفتاب مستقیم بود، تصمیم گرفتیم برگردیم هتل و بریم شنا. ولی قبلش محله رو گشتیم که محله پر از درختای گل خرزهره بود و گربه های گوگولی هم که اصلا امضای یونانه.
جالبتر از اون پر از درخته انار بود توی کوچه پس کوچه هاش، کنار خیابون، حتی جلوی در خونه ها. و من عاشق انارم و عاشق درخت انار. برای من خود بچگیم توی ساو است. برگشتیم هتل، وسیله برداشتیم، رفتیم سوپرمارکت، خوراکی خریدیم و رفتیم ساحل نزدیک هتلمون. با خودمون گفتیم چقدر این که نزدیک ساحل هتلمون چقدر خوبه، چقدر راحته. شن زمین داغ بود، هوا خیلی داغ بود. تصمیم گرفتیم برای اینکه راحت باشیم تخت و سایبون اجاره کنیم. یک کیوسک کوچیک اونجا بود، ازش تخت اجاره کردیم. برای 2 نفر با سایبون هزینه شد 20 یورو. اینجا بود که پول نقد باید حتما همراه خودمون می داشتیم که نداشتیم و ما برگشتیم و با خودمون پول نقد بردیم. چون نزدیک بود مشکلی نبودش، ولی شما حتما حداقل 20 یورو با خودتون همراهتون باشه. ردیف اول 25 یورو بود لب ساحل و ردیفای پشتی و به بعد همشون 20 یورو بودش هزینه اجاره یه تخت. و فکر نمی کنم ساعتی هم بود، نامحدود بود، هر چقدر میخواستی میتونستی بمونی. و مثل همیشه رفته بودیم لب ساحل و سفرهایی که به کشورهای گرم میکنم همیشه صدای آلمانیا میاد، انقدر که آلمانیا ساحل و آببازی و هوای گرم و دوست دارن. بیشتر روز آببازی کردیم، خوراکی خوردیم، آفتاب گرفتیم. آبش حسابی تمیز بود، قشنگ کف دریا معلوم بود، حتی ماهیا داخلش بودن، داخل همون آبی که شنا می‌کردیم. بعد آببازی دمدمای غروب جمع جور کردیم و رفتیم سمت ساختمان کلیسا، طوری که از دور موقع شنا می‌دیدیمش. خیلی دوست داشتیم بدونیم چیه. رفتیم جلو، دیدیم یه زیارتگاه کوچولوئه، کوچیک‌تر از حتی یه اتاق، نمیتونستی حتی داخلش بشی، کنارش وایسی، داخلش بیستی. و بازم گربه‌های آزاد و راحت توی یونان رو دیدیم و از اون بالا تونستیم یه ویو خوشگل به سمت ساحلی که توش بودیم داشتیم شنا می‌کردیم هم ببینیم. خاک سرخ دیدیم اونجا که حسابی منو یاد هرمز انداخت. و رفتیم رسیدیم به یک کلیسا با ویو دریا، خیلی زیبا بود. کلیساش هم خیلی با کلیساهای آلمان و کشوری که دیدم فرق میکرد. خیلی کلیسای ساده‌ای بود. پرچم یونان هم که همیشه میشه همه جای یونان دید. فکر کنم به خاطر اینه که حسابی کشورشون رو دوست دارن. پیاده برگشتیم هتلمون و وقت شام بود. برای شام با خستگی آببازی و شنا بازم انتخابمون رستوران هتل بود و بازم گریک سالاد یونانی. این بار برای غذای اصلی موساکا سفارش دادیم. غذای اصیل یونانی که از سیب زمینی، بادمجون، گوشت چرخ کرده و سس بشامل درست میشه، مثل لازانیاست. خوردیم. حتما اگه فیلم کافه ترانزیت رو ندیدین حتما ببینینش، خیلی باحاله و متوجه ربطش به حرفام میشین. و بازم غذا اولش با آب و آخرش با ریاکی و دسر. این هم از روز دوممون و شب بخیر. روز سوم، همونطور که قبلا گفته بودم، برای دیدن مرکز شهر احتیاج به ماشین اجاره کردن نیست و خیلی راحت با اتوبوس میتونید برید و برگردید. ولی جزیره کرت خیلی بزرگه و قطعا فقط مرکز شهر و بازار و اطرافش نیست که جذابه و دیدنی. ما تصمیم گرفتیم برای کشف بهتر جزیره و دیدن طبیعت وحشیش چند روزی و ماشین اجاره کنیم. ماشین رو هم میتونید آنلاین اجاره کنید. هم اگر کمتر از 5 دقیقه راه برید داخل شهر میتونید آژانس‌هایی رو پیدا کنید که ماشین اجاره میدن. پر از آژانس‌های مختلفه با ماشین‌های مختلف. خلاصه ما ماشین اجاره کردیم و راه افتادیم و رفتیم سمت یه روستا به اسم تریسو. راه خیلی خوبی بود برای فرار کردن از گرمای 35 درجه. جاده تریسو خیلی سرسبز بود، پیش در پیچ، پر سربالایی و سرپایینی و عجیب غریب زیبا. سنگی بود و صخره‌ای و حسابی شگفت انگیز و پر بود از بز و گوسفندایی که همینجوری آزاد واسه خودشون میگشتن و چرا میکردن. و این روستا به غذاهای گوشتی با همین بز و گوسفندایی که بهتون گفتم معروف بود. رسیدیم و یک کیوسک دیدیم که روغن زیتون و عسل میفروخت. سوغاتی اصلی کرت روغن زیتون و عسل و محصولات عسلیه. از اونجا خرید کردیم و همزمان یه ماشین عروسی رو دیدیم که بوق زنان داشت میرفت. قدم زنان رو افتادیم به سمت دیدن روستا و گشتن توش. روستا پر بود از درختای میوه، درخت گردو، درخت توت و اینا همون جایی بود که دلم میخواست توی سفرام برم. روستاهای غیر توریستی، ساکت، پر از مردمای بومی. خیلی اتفاقی یه پنیر فروشی رو دیدیم و رفتیم داخل فروشگاهش.
پنیر فروش یه مرد یونانی میان سال بود که حتی یک کلمه هم انگلیسی نمیتونه صحبت کنه، ولی ما با هم ارتباط گرفتیم، ولی نمیدونم چجوری. فقط یک جمله انگلیسی میدونست و پرسید Where are you from؟ اهل کجایید؟ و ما گفتیم ایران، و با لبخند گنده و یه مهربونی زیاد چند بار تکرار کرد ایران ایران. و نگم از خوشروییشون، خودشون بازها رو میبردن چرا و از شیر بز و گوسفندا پنیر درست میکردن. ما ازشون یه برش پنیرم خریدیم. به گشتنمون ادامه دادیم و برای شام تصمیم گرفتیم که غذای محلی امتحان کنیم. که گفتم بهتون اینجا به غذای گوشتی که با بز و گوسفندای همینجا درست میکنن معروفه. یه رستوران پیدا کردیم و رفتیم به سمتش. ورودیش عین دربند بود، صدای آب میومد، خنک بود و حسابی سرسبز. نشستیم و یه خانم میانسال یونانی اومدن و از همون سفارش غذا گرفتن. خیلی خوش مشرب بودن. از همون پرسید که اهل کجاییم و گفتیم ایران. چیزای خوبی که از ایران میدونست و بهمون گفت که ایران فرهنگ قدیمی داره، کوه داره و اینجور چیزا. خیلی حس خوبی بود شنیدنش. به پیشنهاد خودش نوشیدنی آب پرتقال با مخلوط لیمو ترش گرفتیم که پرتقال و لیمو ترشش مال خود همین روستا بود. یه پیش غذا و غذای اصلی هم گرفتیم. پیش غذا مخلوط سبزی‌های محلی و کوهی پخته شده خود روستا بود که پیشنهاد داد با پنیر محلی خودشون بخوریم. انگار خودشون هم همین مدلی میخورن این پیش غذا رو. یه غذای گوشتی از گوشت برم گرفتیم که خودشون گفتن فقط و فقط با روغن زیتون و نمک پختنش و با کلی سیب زمینی سرخ کرده روش سرو میشه. جای همگیتون حسابی خالی. با عنوان دسر و مهمون نوازی باز برامون راکی آوردن و یه دسر خاص که ماست یونانی بود و برگاموت پخته شده روش. خیلی طعم خاصی داشت. هر سوالی که راجع به روستا، راجع به غذا، راجع به فرهنگ داشتیم از خانم یونانی میپرسیدیم. خیلی با حوصله جوابامونو میداد. آخ که چقدر دلم تنگ شده بود برای این حرف زدن و گفتگو با مردم. یونان یادم انداخت که با آدما میشه لبخند زد، حرف زد باهاشون، سوال پرسید، چیزی که خیلی وقت بود توی دلم خاک خورده بود به خاطر زندگی توی آلمان. عصر و شب ما توی روستا و این رستوران فوق‌العاده گذشت و امروز روزی بودش که روحم جلا پیدا کرد و تا عمر دارم این روزو فراموش نمی‌کنم. تجربه یه روز خاص توی یه روستای قشنگ توی یونان. مرسی که ویدیو رو تا آخر نگاه کردید. ممنون میشم لایک کنید، سابسکرایب کنید و اگر دوست دارین قسمت دوم و سوم این سفرم بسازم تو کامنت ها بهم بگین.